اصطلاحات ایرانی‌ها پارت 2. داداش واقعا تو تابستون خربزه میچسبه. بزن ببین چی گرفتم. عسله. با عسل نباید بخور. این چیه؟ داداش هر کی خربزه میخوره پا لرزش میشینه. باشو بابا این بنده خدا تازه داغ دیده بود. اصلا مگه میشه آدم تو یه ماه 2 بار داغ ببینه؟ قربان 5 روز چیزی نخوردین، بفرمایید کباب داغ. بابا این داغداره برای چی؟ بنده خدا. بابا بچه خوب این حرفا به تو نمیرسه. سی پسر خوب مفرد میکنم به تو نمیرسه. داداش نمیرسه بابا. ببین به خدا برسم پارت میکنم پسر به خوب. تو نمیرسه، به منم نمیرسه. الان نمیرسیم کلا. نمیرسه. من فهمیدم یکی از بین خودمون داره جاسوسی میکنه. قربان ما فهمیدیم جاسوس کیه. واقعا؟ خب فقط یه اسم بهم بگو. قربان بگو. برادرتونه. حرف نزن. اما قربان این واقعیت داره. اسم داداشم میاد دهن تو آب بکش. با چی؟ ببین من خودم از خمیر دندونا و دهانشویی ویتارکس استفاده میکنم. واقعا تو کیفیت حرف اولو میزنن. تازه قراره به 5 نفر 5 میلیون جایزه بدم. فقط کافیه اسم برندشون این زیر کامنت کنی. خیلی جالب نیست؟ خیلی جالبه. سید به خدا این حرفا بین این دو جوون زشته. برو پادرمیانی. جوونن دیگه حاج آقا چی بگم؟ الان میرم پادرمیانی میکنم. من تو داداش من دیوونم میزنم عقب. صبر کنید. پادرمیان. حاجی سید به من پا داد.